سلام عرض ادب احترام دارم به ملت شریف و دوست داشتنی. اینجا تهران عزیزان، خیابان جامی. اومدیم برای نظافت راه پله و پارکینگ. از عزیزانی که ساکن تهران کرج هستن و این استریوی منو میبینن، این ویدئوی من میبینن، خواهشاً برای شب عید نیروی خدمات رو حمایت کنیم، چون به حال شب عید نزدیکه. اگه لطف کنی این کارگرای عزیز رو حمایت کنی، آخرش سالم شهروندی زن و بچه‌شون نمیشن و با دلگرمی و آرامش میتونن شب عید رو در کنار خانواده‌شون بگذرونن. من یه خواهش از شما دارم. ببین، به نیرو خدمات، مثلا خودم رو دارم میگم، سوء تفاهم پیش نیاد. به نیرو خدمات ما نیاز به کمک مالی نداریم. ما به هیچ عنوان نیاز به کمک مالی نداریم. ما نیاز به کمک کاری داریم. از شما کار میگیریم و ما رو حمایت کنیم تا ما بتونیم آخر سال شرمنده نشیم. من واقعیتش این چشم چپم الان مدت 1 ماه آب آورده و خب هزینه‌ش هم بالای بیمم نیستیم. 15 میلیون هزینه دارم کار میگیرم تا بتونم اقلا این چشم چپم رو درمان کنم. آرزوی سلامتی دارم برای تمام ملت ایران.